مسعود رئیسی فعال حقوق بشر همراه ما هستند. آقای رئیسی، از تظاهراتی که امروز در زاهدان راست که اتفاق افتاده مجددا آغاز بکنیم. علیرغم تمام تهدیدها، تمام محدودیت‌ها، مردم زاهدان همچنان این جمعه‌های اعتراضی رو زنده نگه داشتن. درسته. اعتراضات در بلوچستان خصوصا در شهرهای زاهدان و راست که امروز با شجاعت همیشگی مردم ادامه داشت، هنوزم ادامه داره. در برخی از خیابان‌های شهر زاهدان مردم در خیابونا هستن، در علیه جمهوری اسلامی دارن شعار میدن. در واقع مردم شعارهایی که بیشتر امروز متوجه شعارهاشون بیشتر متوجه مثل همیشه متوجه علی خامنه‌ای و سپاه بود و بار دیگر خواستار دموکراسی و آزادی و برابری برای ایران شدند. در طول 2 هفته اخیر فشارهای خیلی زیادی بر مردم بلوچستان بوده. به شدت این فشارها افزایش یافته. صدها جوان در شهرهای مختلف بلوچستان بازداشت شدند. بسیاری از کسانی که قبلا بازداشت شده بودند احکام سنگین حبس و اعدام بهشون ابلاغ شده توی زندان. ولی مردم نمیتونن جنایاتی که جمهوری اسلامی در طول این 4 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی شاهدش بودن، خصوصا در بلوچستان که ما شاهد هستیم روزانه جوانان بلوچ به بهانه‌های مختلف کشته میشن و در همین 10-11 روز ابتدایی سال 2022 نزدیک به 10-12 نفر از شهروندان بلوچ اعدام شدند یا با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در جاده‌ها در شهرهای مختلف کشته شدند. مردم علیرغم وجود این فشارها باز هم به خیابونا میان و اعتراض خودشون رو اعلام میکنن و این نشون میده که سرکوب، بازداشت و اعدام هیچ تأثیری بر خواسته های مشروع مردم نداره و اونا خواستار تغییر هستن. این تغییر جز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی میسر نخواهد شد. به صحبت‌های مولوی عبدالحمید و انتقادی که دوباره داشته از رفتارهای حکومت هم اگر بخوایم بپردازیم، به خصوص بخشی که به سخنان جدیدی که خامنه‌ای درباره مداحان صحبت کرد روز گذشته اشاره کرد، گفته مشکلات کشور با امامان جمعه و مداحان حل نمیشه. چطور ارزیابی می‌کنید این صحبت‌ها رو؟ بله، مولوی عبدالحمید خب موضوعی که ما در خیابون‌ها امروز شاهدش بودیم رو بهش پرداخت و گفت کشور به تغییرات ژرف و بزرگی نیاز داره و قوه قضاییه، قوه قهریه با این روشی که الان در واقع جمهوری اسلامی در پیش گرفته، سرکوب و این در واقع صدور احکام سنگین مثل اعدام، راه حل این خاموش کردن این مردم و اعتراضات نیست و مردم خواسته هایی دارند که باید بهشون در واقع توجه بشه. ایشون خطاب به علی خامنه‌ای به صورت غیر مستقیم گفتند که سخنرانان و مدان نمیتونن مسئله رو حل کنن و هر کسی در یه زمینه خاصی تخصص داره و مسائلی که اکنون ما در طول این 3 ماه در کشور شاهدش بودیم نیاز به سیاسیون و کسانی که در سیاست و در واقع حکومتداری تخصص دارن نیاز داره و مداحان نمیتونن کاری انجام بدن. مولوی عبدالحمید در واقع در بخشی از سخنان خودش به نظامی شدن کشور هم اشاره داشت به صورت غیر مستقیم و گفتند که احضار و بازداشت کسانی که با مردم بودند با مشکل گشا نخواهد بود و به نظر من اشاره ایشون به احضار مولوی محمد حسین گرگیج از روحانیون برجسته اهل سنت در استان گلستان بود که در چند روز گذشته فشار خیلی زیادی رو اونجا بهش وارد کردن و به دادگاه ویژه روحانیت گرگان در واقع احضارش کردن. من فکر میکنم همونطوری که ما امروز هم در صحبت‌های مولوی و هم اون چیزی که در خیابون‌های راسک و زاهدان شاهدش بودیم، مردم نه تنها با این سرکوب در واقع و فشارهایی که هست عقب نشینی نخواهند کرد، بلکه این سرکوبات جان تازه‌ای به این مردم میدن و مردم بلوچستان از همه ایرانیان طی روزهای اخیر با انتشار فراخوان‌هایی خواستند که روزهای جمعه اونها هم بیان بیرون و در خیابون‌ها از حمایت از مردم بلوچستان و اعتراضاتی که هستن در واقع حمایت کنند و این انقلاب رو به ثمر برسونند. سپاسگزارم از توضیحات شما مسعود رئیسی فعال حقوق بشر.